سوره صافات یعنی فرشتگانی صف بسته در مکه نازل شده است و از 182 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والصافات صفا. الله سوگند یاد می کند. سوگند به آن فرشتگانی که برای عبادتش صف بستند. فالزاجرات زجرا. پس سوگند به آن فرشتگان که ابرها را به امر الله سخت می رانند. فالتاریات ذکرا. و سوگند به آن فرشتگانی که ذکر الله را می خوانند. این الهکم لواحد. آراینا ای آدمان، معبود شما الله یکتاست که شریک ندارد، پس او را عبادت و اطاعت کنید. یعنی الله تعالی به چیزی از مخلوقاتش خواهد قسم می‌خورد، اما برای خلقش جایز نیست قسم خوردن مگر به نام الله. پس قسم خوردن به نام غیر الله شرک است. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. پروردگار آسمان ها و زمین است و هر چی در میان آنهاست و پروردگار مشرق هاست. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هر آینه ما آسمان دنیا را آراسته ایم به زینت ستارگان. و حفظا من كل شیطان مارد. و آسمان را به ستارگان از هر شیطان سرکش نگاه داشتیم. در ترجمه دیگر چنین آمده است و آن را از دسترسی هر شیطان سرکش حفظ کردیم. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. تا نتوانند شیطان ها که برسند به ملأ الاعلی، یعنی به آسمان ها و به فرشتگانی که در آنجا می باشند، تا بشنوند سخنی را که الله به آنها وحی می کند و از هر سوی انداخته شوند با ستاره یعنی شعله. در ترجمه دیگر چنین آمده است آن شیاطین هرگز نمی توانند سخنان فرشتگانی عالم بالا را بشنوند و از هر سو یعنی با شبهای آتشین تیرباران می شوند. دحورا ولهم عذاب واصب. تا شیطان ها رانده شوند از آسمان و برای آنهاست در آخرت عذابی دائمی علم آور. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. مگر آن شیطان که ناگهان پاره خبری را بیرباید و آن سخنی می باشد که می شنود او را از آسمان، پس آن را به شیطانی پایانی می دهد و آن به دیگری که از او پایان تر است می دهد و ممکن است که شعله او را درک کند و سوزاند و ممکن است که به قضا و قدر الله شعله آن را درک نکند و نسوزاند. پس آن کلام را شیطان به کاهین می رساند و در آن 100 دروغ دیگر اضافه می کند. معنای کاهین کسی که دعوای خبر غیب می کند. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا إنا خلقناهم من طین لازب. پس ای پیامبر از کافرانی که از نو زنده شدن را انکار می کنند بپرس که آفرینش آنها دشوارتر است یا آنچه ما آفریده ایم. هر آینه ما
پدرشان آدم را از گلی چسبنده آفریده ایم. بل عجبت و یسخرون، بلکه تو ای پیامبر تعجب میکنی از دروغ برآوردنشان و منکر شدنشان بعث را، یعنی از نو زنده شدن بعد از مردن را. و عجیبتر این است که آنها تو را استهزا و سخنهایت را مسخره میکنند. و اذا ذکروا لا یذکرون، و چون آنها را خاطررسان کرده پند داده شود، آن چیزی را که فراموش کردند یا غافل ماندند پند را نمیپذیرند. و اذا رأوا آیة یستسخرون، و چون معجزه را ببینند که دلالت به پیامبری تو میکند آن را به مسخره میگیرند. و قالوا این هذا الا سحر مبین، و گویند این چیزی که تو آورده ای جز جادوی آشکار نیست. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آیا وقتی که ما مردیم و خاک و استخوانی پوسیده شدیم باز از نو زنده خواهیم شد؟ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، آیا پدران گذشته ما نیز زنده خواهند شد؟ قل نعم وأنتم داخرون، بگو برایشان ای پیامبر آره، همه شما زنده می شود در حالی که خار و بیچاره خواهد بود. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، پس البته از نو زنده شدن به یک صدای مرگبار است. پس آنها برمیخیزند از قبرهایشان و میبینند احوال قیامت را. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، و میگویند هلاکی بر ما این همان روز حساب و جزاست. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، گفته شود به آنها این همان روز داوری است که در دنیا دروغش میپنداشتید. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، گفته شود به فرشتگان جمع کنید آنهایی را که به الله کافر شدند همراه با هم مسلکان خود و همراه با آنچه میپرستیدند من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحیم، بجای الله یکتا پس برانید آنها را راندن درشت سوی جهنم. وقفوهم إنهم مسئولون، و آنان را پیش از رسیدن سوی جهنم نگاه دارد، همانا باید که پرسجو شوند، یعنی از کارها و گفتارهای باطیلی که در دنیا میکردند. ما لكم لا تناصرون، با آنها سخت گفته شود شما را چی شد که همدیگر را یاری نمی کنید؟ بل هم اليوم مستسلمون، بلکه امروز آنها به امر الله تسلیم شوندگانند و در قیامت برای خود چاره اندیشه نتوانند. و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون، و آنگاه کافران روی به یکدیگر کنند و از همدیگر ملامت کنان بپرسند
قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. پیروان به پیشوایان خود گویند البته شما بودید که ما را گمراه میکردید و از جانبی دین و شریعت پیش ما می آمدید و امرهای دین را به ما نادرست نشان می دادید و ما را از دین می گریزاندید و باطل را برای ما زینت می دادید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین. پیشوایان به پیروان گویند نه چنین نیست بلکه کمبودی از خودتان بود. دلهایتان ایمان را انکار میکرد و کفر و عصیان را قبول میکرد. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین. ما را بر شما هیچ غالبیت نبود که شما را از ایمان باز داریم بلکه شما ای مشرکان خود مردمان نافرمان و تجاوزکار بودید. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. پس گفته پروردگارمان بر ما واجب شد همانا ما و شما باید بچشیم عذاب را به سبب گناهایی که در دنیا کرده ایم. فأغويناكم إنا كنا غاوين. پس ما شما را از راه الله و ایمانی به او گمراه کردیم همانا خود از این پیش گمراه بودیم. پس هلاکت ما به سبب کفرمان بود و شما را با همراهمان هلاک کردیم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. پس هر آینه در روز قیامت همه در عذاب شریکند چنان که در دنیا در نافرمانی الله شریک بودند. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ما با کسانی که در دنیا طاعت الله را به جای نآورده گناه کردند چنین رفتار میکنیم، یعنی آنها را عذاب دردناک میچشانیم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. زیرا آنها بودند که چون کلمه لا اله الا الله به آنها گفته میشد تکبر میکردند، یعنی دعوت کرده میشدند به معبود یگانه که به جز او یعنی الله کسی و چیز سزاوار پرستش شده نمیتواند تکبر میکردند. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. و می گفتند آیا به خاطر شاعر دیوانه معبودانمان را ترک کنیم؟ یعنی محمد صلی الله علیه و سلم را در نظر داشتند. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. دروغ گفتند. نه محمد چنین نیست چنان که آنها او را صفت کردند، بلکه او قرآن و توحید را آورد و پیامبران پیشین را از آنچه از شریعت الله خبر داده بودند تصدیق نمود. إنكم لذائق العذاب الأليم. هر آینه شما ای مشرکان به سبب کفرتان عذاب دردآور را حتما خواهید چشید. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. و جزا داده نمی شود در آخرت مگر موافق گناهانی که در دنیا کرده اید.
إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان مخلص الله که عبادتش را برایش خالص ساختند، یعنی اهل توحید، آنهایی را که خالص ساخته است به رحمت خودش، پس آنها از عذاب دردناک نجات یافتگانند. أولئك لهم رزق معلوم برای آنها در جنت رزقی معینی است که همیشه بر دوام است. فواكه وهم مكرمون رزق و روزیشان از میوه های هر خیله و آنها گرامی شدگانند. في جنات النعيم در بهشت های پر از ناز و نعمت، على سرر متقابلين بر تخت های در روبروی یکدیگر نشستند. يطاف عليهم بكأس من معين و برای آنان جام از چشمه گوارا میانشان گردانیده می شود. بيضاء لذة للشاربين سفید است و نوشندگانش را لذت بخش. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون نه در آن شراب عقل پوشیده شود و نه آنها از آن شراب مست شوند. وعندهم قاصرات الطرف عين و در نزدشان زنانی فراخ چشم هستند که تنها به شوهران خود نظر دارند و غیر آنها را نمی خواهند. كأنهن بيض مكنون گویا که حوران بهشت در سفیدی مانند تخم‌های پوشیده شده هستند، یعنی این به خاطر زیبایی و صفای آنهاست و رنگ‌هایشان زیباترین و درخشنده ترین رنگ هاست. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون در جنت رو به یکدیگر کنند و از هم دیگر می پرسند که در دنیا چقدر مشقت ها کشیده بودند و در برابر آن الله به آنها جنت را ارزانی کرده است و این نمایانگری عیش و عشرت کامل آنها در بهشت است. قال قائل منهم إني كان لي قرين یکی از جنتی ها گوید مرا در دنیا هم نشینی کافری بود. يقول أئنك لمن المصدقين کی به من می گفت آیا تو از گروه آنهای هستی که روز بحث را تصدیق می کنند، یعنی بعد مردن زنده شدن را. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون آیا آنگاه که مردیم و خاک و استخوان شدیم زنده می شویم و جزایمان می دهند؟ قال هل أنتم مطلعون گوید این مؤمن جنتی به شریکانش آیا شما می بینید با ششگاه آن هم نشینی من را؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم پس خودش از بالا بینگریست و او را در میان آتش دوزخ دید، یعنی انا همان هم نشین کافر را.
که روز بحث را دروغ می شمارید. قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. گوید مومین به آن منکری بس: به الله سوگند نزدیک بود که مرا به هلاکت افکنی و اگر نعمتی یعنی راهنمایی پروردگارم نمی بود من نیز همراهی تو در عذاب می بودم. افما نحن بمیتین. آیا ما بعد از در آمدنمان به جنت در حقیقت جاویدان میمانیم پس مرا مرگ نیست؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. جز آن مرگ نخستین در دنیا و بعد در آمدنمان به جنت دیگر ما را عذاب نمی کنند. إن هذا لهو الفوز العظيم. هر آینه این است کامیابی بزرگ. لمثل هذا فليعمل العاملون. برای چنین نعمت و پاداشی بزرگ باید عمل کنندگان در دنیا عمل کنند تا برسند به آن در آخرت. یعنی اهل عمل باید برای چنین پاداش کوشش بکنند. اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم. آیا برای پذیرایی این همه نعمت‌های بهشتی جاویدانی بهتر است یا درخت زقوم، درخت است بدبو و تلخ در جهنم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. همانا ما آن درخت را برای عقوبت ستمکاران پدید آورده ایم، یا ما آن را تنها آزمون ستمکاران قرار کرده ایم که وجود آن را در دنیا انکار میکنند. بعد نزول این آیت کافران گفتند در دوزخ چطور درخت می روید؟ آیا آتش آن را نمی سوزاند؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. همانا درخت است که از قعر جهنم می روید. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. میوه‌اش زشت روی مانندی سر شیاطین است. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. پس دوزخیان از آن میخورند و شکم پر میسازند. ثم إن لهم عليها لشوبا من حمیم. بعد از بالای آن هر آینه آمیزه از آب سوزان می نوشند. یعنی بعد خوردن میوه زقوم از بالای آن مجبورن آب افلاس و سوزان نوشانیده می شوند. ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم. سپس بازگشتشان البته به جهنم است. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. هر آینه آنها پدران خود را پیش از خود گمراه و مشرک یافتند. فهم على آثارهم يهرعون. پس آنها به دنبال پدرانشان شتابان رانده می شوند. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. و به تحقیق پیش از قومت ای پیامبر بیشتری پیشینیان گمراه بودند. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. و همانا ما رسولان بیم دهنده در میانشان فرستادیم پس کافر شدند.
فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. پس بینگر که سرانجام آن بیم یافتگان چگونه بود. همانا همه کافر شدند، پس عذاب کرده شدند و برای مردم عبرت شدند. إلا عباد الله المخلصين. جز بندگان مخلص الله که آنها را به سوی ایمان و توحید برای خودش خالص گردانیده است، پس آنها نجات یافتگانند. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. و همانا پیامبرمان نوح ما را ندا کرد تا او را پیروزی بر قومش دهم، پس ما خوب قبول کننده دعاییم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. و مؤمنان همراهش را از آزار مشرکان و از غرق شدن و طوفان بزرگ نجات دادیم، یعنی از غرق شدن. وجعلنا ذريته هم الباقين. و تنها فرزندان او را بعد غرق شدن قومش باقی گذاشتیم. وتركنا عليه في الآخرين. و برای او در میان نسل‌های بعدینه نام نیک باقی گذاشتیم. سلام على نوح في العالمين. سلام و ایمنی بر نوح باد در میان جهانیان، یعنی همیشه بر او ثنای نیک میگویند و برای او دعا کرده و درود و رحمت میفرستند و از بدی یاد کردن همیشه دور میباشند. إنا كذلك نجزي المحسنين. هر آینه ما این گونه نیکوکاران را مثل پاداش نوح پاداش میدهیم. إنه من عبادنا المؤمنين. هر آینه نوح از بندگان صادق و عمل کننده به امرهای الله بود. ثم أغرقنا الآخرين. سپس دیگران را، یعنی دروغ برآوردگان را، با طوفان غرق ساختیم. هیچ کسی از آنها باقی نماند. وإن من شيعته لإبراهيم. هر آینه ابراهیم از پیروان و ملت نوح بود. إذ جاء ربه بقلب سليم. آنگاه که با دل خالی از اعتقادهای باطل و اخلاق بد روی به سوی پروردگارش آورد. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. چون به پدرش و قومش گفت چی را می پرستید؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. آیا بجای الله یکتا معبود دروغین را می خواهید و پرستش الله یگانه را ترک می کنید؟ فما ظنكم برب العالمين. پس به پروردگار جهانیان چی گمان دارید؟ یعنی گمان شما برای جزا گرفتنتان از الله به سبب شرکتان چیست؟ فنظر نظرة في النجوم. پس ابراهیم نگاه به ستارگان کرد تا عذر پذیرد که همراه قومش به عیدگاهشان نرود. یعنی سپس نگاه به ستارگان افکند و اندیشید. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. پس گفت هر آینه من بیمارم. پس از او
روی گردانیدند و بازگشتند. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. پس شتابان و پنهان نزد بتانشان آمد و از طریق استحضا گفت چیزی از این طعام‌هایی که برای شما پیشکش کردند نمیخورید؟ ما لكم لا تنطقون. شما را چی شده است که سخن نمیگویید و جواب نمیدهید؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. پس متوجه شد بر بت‌ها و میزد آنها را با دست راست تا اثبات کند خطا بودن عبادت آنها را. فأقبلوا إليه يزفون. قومش شتابان و غضبناک نزدش آمدند. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. گفت ابراهیم به قومش آیا بت‌هایی را که خودتان با دستتان می تراشید می پرستید و ترک می کنید عبادت پروردگاری که شما را خلق کرده است و الله آفریده است شما را و هر چیزی را که شما می سازید. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. پس وقتی که حجت بر ضد آنها برپا شد راه زوری را پیش گرفته گفتند برای ابراهیم بنای سازید و او را در آتش اندازید. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. پس قوم ابراهیم خواستند برای او مکر و حیله کنند پس ساخت مشرکان را پایانتر و مغلوبتر و گردانید الله حیله‌شان را بر ضد خودشان و آتش را برای ابراهیم سرد گردانید. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. و گفت ابراهیم هر آینه من به سوی پروردگارم از سرزمینی قوم خود برآمده به جای می روم که امکانیت می یابم که پروردگارم را عبادت نمایم. او مرا به سوی خوبی های دینم و دنیایم راهنمایی خواهد کرد. رب هب لي من الصالحين. ای پروردگاری من مرا فرزند صالح عطا کن. فبشرناه بغلام حلیم. پس او را به پسری بردبار مژده دادیم یعنی به اسماعیل علیه السلام که در کلانسالیش بردبار می شود. فلما بلغ معه السعی قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. پس چون فرزندش اسماعیل به سن رسید که با پدر خود کار و کوشش تواند کرد گفت پدر به پسرش ای پسرکم هر آینه در خواب دیدم که تو را به شبهه ذبح می کنم بنگر که چی می اندیشی؟ اسماعیل گفت ای پدر به هر چی فرمان شده ای در مورد ذبح من عمل کن که اگر الله بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. فلما أسلما وتله للجبین. چون هر دو به امر الله تسلیم شدند و ابراهیم پسرش را برای ذبح به پیشانی خوابانید. و نادیناه ان یا ابراهیم. ما در آن حالت وزنی ندایش کردیم ای ابراهیم.
قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. همانا کردی آن کاری را که به آن امر شدی و خوابت را به حقیقت پیوستی و ما هر آینه نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم چنان که تو را پاداش دادیم. پس آنها را از سختی های دنیا و آخرت میرهانیم. إن هذا لهو البلاء المبين. البته این ماجرا یعنی فرمان ما به تو که قربانی کنی پسرت را آزمایش وزنینی بود که قوت ایمانت را آشکار کرد. وفديناه بذبح عظيم. و اسماعیل را با گوسفند بزرگ جثه باز خریدیم. یعنی الله تعالی از آسمان گوسفند فربه و بزرگ جثه را برای ابراهیم علیه السلام فرو فرستاد و ابراهیم آن را در عوض فرزندش اسماعیل ذبح کرد. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. و نام نیک ابراهیم را برای نسل‌های بعد باقی گذاشتیم. سلام از جانب الله بر ابراهیم. یعنی مراد از این دعای است از همه آفت‌ها سلامت ماند و برایش ثنا و ستایش نیک باد. كذلك نجزي المحسنين. ما نیکوکاران را این چنین پاداش می‌دهیم چنان که ابراهیم را برای اطاعت و بجا آوردن امرمان پاداش دادیم. إنه من عبادنا المؤمنين. هر آینه او از بندگان مؤمن ما بود. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. و ابراهیم را به تولد پسرش اسحاق که پیامبر و از جمله صالحان بود مژده دادیم. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. و بر او و بر اسحاق برکت دادیم و از فرزندانشان بعض نیکوکار یعنی فرمانبردار الله هستند و بعض آشکارا بر خود ستم کردند یعنی کافر شدند. ولقد مننا على موسى وهارون. و همانا ما با موسی و هارون پیامبری و رسالت را انعام کردیم. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. آن دو را و مردمشان را از رنج بزرگ یعنی از غلامی و غرق نجات بخشیدیم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. و آنان را یاری دادیم پس به فرعون پیروز شده غلبه کردند. وآتيناهما الكتاب المستبين. و به هر دویشان کتاب روشنگر یعنی تورات را دادیم. وهديناهما الصراط المستقيم. و به هر دویشان راه راست را هدایت کردیم یعنی دین اسلام که تمام پیامبران به این دین فرستانیده شدند. وتركنا عليهما في الآخرين. و نام نیکشان را در نسل‌های بعد باقی گذاشتیم. سلام على موسى وهارون. سلام از جانب الله بر موسی و هارون. إنا
إنا كذلك نجزي المحسنين. هر آینه ما بندگان نیکوکارمان را این چنین پاداش می دهیم چنان که موسی و هارون را پاداش نیکو دادیم. إنهما من عبادنا المؤمنين. هر آینه آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. وإن إلیاس لمن المرسلین. و هر آینه بنده امان الیاس از زمره پیامبران بود. اذ قال لقومه الا تتقون. به مردم خود به بنی اسرائیل گفت از الله بترسید و به او چیزی را شرک نیارید. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. آیا بعل را یعنی نامی بود پرستش میکنید و پرستش الله بهترینی آفرینندگان را ترک میکنید؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. و الله را که پروردگاری آفریدگاری شما و پروردگاری پدران پیشینه شماست. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. پس قومش الیاس را دروغ برآوردند. پس البته الله آنها را روز قیامت برای حساب و عقاب جمع می آورد مگر بندگان مخلص الله که دینشان را برای الله خالص ساختند. پس همان آنها نجات یافتگانند از عذابش. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. و نام نیک او را در نسل‌های بعدی باقی گذاشتیم. سلام از جانب الله بر الیاس. إنا كذلك نجزي المحسنين. هر آینه ما بندگان نیکوکارمان را این چنین پاداش یعنی مکافات می دهیم چنان که الیاس را بر اطاعتکاریش پاداش نیک دادیم. إنه من عبادنا المؤمنين. هر آینه او از بندگان مؤمن ما بود. وإن لوطا لمن المرسلين. و هر آینه لوط را اختیار کردیم پس او را از پیامبران گردانیدیم. إذ نجيناه وأهله أجمعين. آن هنگام که او و تمام اهلش را از عذاب نجات دادیم إلا عجوزا في الغابرين. مگر پیرزنی که همسری لوط بود او را با همراه قومش هلاک کردیم زیرا که همسری لوط کافره بود. ثم دمرنا الآخرين. سپس قوم کافری باقی مانده اش را هلاک کردیم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. و شما ای اهل مکه گذر میکنید به جای و مسکنهای قوم لوط در وقت صبح که آثار عذاب در آنها موجود است. وبالليل افلا تعقلون. و نیز شبانه گذر میکنید هنگام رفت و آمدنتان به سوی شام. آیا عاقلانه نمی اندیشید؟ پس بیترسید مبادا که مصیبت آنها به سر شما هم نآید. وإن يونس لمن المرسلين. و هر آینه بنده همان یونس را اختیار کردیم و او را از زمره پیامبران گردانیدیم.
إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. آنگاه که بر قوم خود غضب کرده به سوی کشتی پربار گریخت، یعنی یونس علیه السلام و قومش غضب کرده از دهه‌اش خارج شد و به سوی کشتی که پر از آدم و متاع بود گریخت. موج از هر طرف کشتی را احاطه کرد. پس قرعه زدند اهل کشتی تا که باری کشتی را سبک کنند و کشتی غرق نشود و یونس در قرعه مغلوب شد و او را به بحر پرتافتند. فالتقمه الحوت وهو مليم. پس ماهی او را فرو برد و او در حالی که لایق سرزنش بود، یعنی زیرا که قومش وی را پرتافته رفت. فلولا أنه كان من المسبحين. پس اگر عبادت های پیشینه اش و عمل های شایسته اش که پیش از واقع شدنش در شکم ماهی و تسبیحش نمی بود، یعنی تسبیح یونس علیه السلام در شکم ماهی این بود: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. البته تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می ماند. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. پس در حالتی خستگی و بیماریش ما او را از دهان ماهی و زمینی خشک و بیدرخت پرتافتیم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. و بر بالای سرش نهالی از نوع کدوی رویانیدیم تا در سایه آن بهره برد. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. و او را به پیغمبری به جمعیت 100,000 نفره و یا بیشتر فرستادیم. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. پس آنها ایمان آوردند و عمل کردند به آن چیزی که او آورده بود. پس تا اجلشان رسیدن آنها را به حیاتشان بهره‌مند ساختیم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. پس ای پیامبر از قومت بپرس چگونه برای الله دختران را اختیار کردند که خود دختر را برای خود روا نمی بیند و برای خود پسران را روا می بینند. ام خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. از آنها بپرس آیا وقتی که ما ملائکه را زن می آفریدیم آنها حاضر بودند؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. آگاه باش که هر آینه از دروغگوییشان است که می گویند الله صاحب فرزند است و هر آینه دروغ می گویند زیرا می گویند چیزی را که نمی دانند. أصطفى البنات على البنين. آیا الله دختران را بر پسران اختیار کرده است؟ ما لكم كيف تحكمون. شما را چیست؟ چگونه حکم میکنید که دختران از آن الله و پسران از آن شما باشند حال آن که دختران را شما برای خود راضی نمیشوید؟ افلا تذکرون. آیا نمی اندیشید که جایز نیست و هم لایق نیست که الله را فرزند باشد؟
پاک و بزرگ است الله از این همه گفته ها. أم لكم سلطان مبين یا بر دوای دروغین خود دلیل روشن دارد؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين اگر شما را حجت هست در کتاب از نزد الله، پس کتابتان را بیاورید اگر شما راستگوی باشد. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. مشرکان میان الله و ملائکه ها خویشاوندی را مقرر کردند و می گفتند که فرشتگان دختران الله هستند و همان ملائکه ها می دانند که البته مشرکان روز قیامت برای عذاب حاضر کرده شدگانند. سبحان الله عما يصفون. از آن وصف که کافران می کنند الله پاک است، إلا عباد الله المخلصين. ولی بندگان مخلص الله صفت نمی کنند او را مگر به آن صفت‌هایی که لایق بزرگی است. فإنكم وما تعبدون. پس البته شما ای مشرکان و بتانی که بغیر الله می پرستید، ما أنتم عليه بفاتنين. هرگز نمی توانید کسی را با فتنه گمراه کنید إلا من هو صال الجحيم. مگر آن کس را که یعنی به سوی کفر و ستمش مایل باشد به آتش سوزان جهنم می دراید. وما منا إلا له مقام معلوم. یعنی فرشته ها گفتند و البته هر کسی از ما جای معینی دارد در آسمان. وإنا لنحن الصافون. و البته ما در عبادت الله صف کشندگانیم. وإنا لنحن المسبحون. و البته ما تسبیح گویندگانیم، یعنی الله را پاک می شماریم از همه چیزهایی که لایق او نیست. وإن كانوا ليقولون. و همواره می گفتند، یعنی کافرانی مکه پیش از پیامبری تو پیوسته می گفتند لو أن عندنا ذكرا من الأولين. اگر نزد ما هم به مثل امتان گذشته کتاب و پیامبر می آمد، یعنی چون تورات و انجیل فرستاده می شد، لكنا عباد الله المخلصين. البته ما هم از بندگان اخلاص یافته الله می شدیم و بیشک پرستیشمان را برای او خالص می ساختیم و در ایمانمان صادق می بودیم. فكفروا به فسوف يعلمون. ولی چون بزرگترین پیامبران محمد صلی الله علیه و سلم به آنها کتاب قرآن را آورد، به آن کافر شدند، پس به زودی خواهند دانست چی عذاب برای آنهاست در آخرت. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. و براستی کلمه ما برای بندگان فرستاده ما از پیش است و براستی کلمه ما برای بندگان فرستاده ما از پیش در لوح محفوظ صادر شده است،
یعنی مراد از این کلمه کامیابی و پیروزی است که الله تعالی و پیامبرانش وعده داده است. إنهم لهم المنصورون که البته آنها در دنیا و آخرت نصرت داده می شوند. وإن جندنا لهم الغالبون و هر آینه لشکران ما بر دشمنانشان با حجت و قوت غالبند. فتول عنهم حتى حين پس یعنی ای رسول تا مدت از آن سرکشان روی گردان که آنها حق را قبول نکردند و برایشان مهلت بده که جز عذاب الله چیز باقی نمانده است. وأبصرهم فسوف يبصرون و بینگر و مراقب باش چی عذاب بسرشان آید، پس آنها نیز خواهند دید چی عذاب الله بسرشان می آید. أفبعذابنا يستعجلون آیا عذاب ما را ای پیامبر به شتاب می طلبند؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين پس چون فرود آید عذاب ما با آنها، پس چی بامدادی بدی خواهند داشت. وتول عنهم حتى حين پس آنها تا مدتی که عذاب الله به سرشان آید روی بگردان. وأبصر فسوف يبصرون و بینگر پس زود است که میبینند چی عذاب و خواری به سرشان می آید. سبحان ربك رب العزة عما يصفون منزه و پاک از پروردگاری تو از هر چی به وصف او تهمتگران می گویند. وسلام على المرسلين و سلام و درودی ایمنی باد به تمام پیامبران. والحمد لله رب العالمين و سپاس و ستایش خاص از آن الله است که پروردگار جهانیان است. قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. دعا میکنیم اگر کجای ترجمان و یا ما به خطای راه داده باشیم، الله تعالی بیامرزد.